پسر بچه‌ای که سرنوشت یک جوخه را در روسیه تغییر داد. سلام، خیلی خوش اومدید به چنل خودتون. امروز فیلم رو با هم می‌بینیم که بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده. بیشتر از این معطلتون نمی‌کنم. بریم با هم ویدیو رو ببینیم. فیلم در روسیه آغاز میشه، جایی که خانواده 3 نفره در کنار رودخونه نشستن و از وقت خود لذت میبرن. کوچکترین فرزند اونا، سرگئی آلیوشکوف، به برادر بزرگتر و مادرش میگه ببینید که چقدر از درخت بالا رفتم، که ناگهان جت‌های جنگنده آلمانی توی آسمون از روی سر اونا عبور میکنه. مادر از فرزنداش میخواد تا به سرعت توی بوت‌ها قایم بشن، اما پسر 6 سالش ادعا میکنه که نمیترسه و با یک تیر کمون دستی به سمت جنگنده هدف میگیره. در کمال تعجب جت رو توی هوا منفجر میکنه. اما وقتی به اطراف نگاه میکنه متوجه میشه خانواده‌اش نیستن. سرگئی از رویاش با وحشت بیدار میشه و مادرش رو صدا میزنه. در همون لحظه صدای کوبیدن در خونش میاد. اولش فکر میکنه که مادرش به سمت در میدوه، اما وقتی زن همسایه وارد میشه وحشت میکنه. اون خدا رو بابت نجات سرگئی شکر میکنه و به اون میگه که مادر و برادرش مردن. پسر کوچیک حرفای زن رو باور نمیکنه و میگه میخوام خونه بمونم و منتظر مادرم باشم. زن به اون میگه که آلمانیا به اونا حمله کردن و باید فرار کنه. در همین لحظه چند سرباز به خونه‌شون نزدیک میشن. زن سرگئی رو از پنجره بیرون میندازه، اما قبل اینکه بتونه خودش هم فرار کنه به رگبار بسته میشه و میمیره. پسر 6 ساله حالا تنهاست، بدون خانواده و دوستاش. در حالی که سرگئی از خونه فرار میکنه، پشت سرش شاهد سوختن تمام روستاش میشه. اون مادر و برادرش رو صدا میکنه، اما بدون جواب مجبور میشه به راهش ادامه بده. بعد از طی کردن چندین مایل در انتها خودش رو توی یک جنگل تاریک میبینه. پسر بچه شروع به صدا کردن مادرش میکنه که باید نجاتش بده، چون اون تنهاست و گم شده. اون کل شب رو توی جنگل میمونه و با طلوع آفتاب سعی میکنه که از رودخونه کمی آب بخوره. درست توی تایمی که سربازای دشمن سر راهش قرار میگیرن، سرگئی با اطلاع از اینکه اونا خطرناکن خودش رو لای درخت قایم میکنه. دقیقاً توی همین تایم ماری آویزون از درخت به اون نزدیک میشه، اما اون نمیتونه فرار کنه و نمیتونه حرفی بزنه. سرگئی بیشتر از مار از سربازای دشمن میترسه. زمانی که سربازا اونجا رو رها میکنن، سرگئی پشت سر اونا به ته مونده غذاشون میرسه و مقداری از اونو برای خودش ذخیره میکنه. شب که از راه میرسه، سرگئی کم کم خسته و گیج میزنه. اون 2 روز متوالی بدون هدف در حال فرار کردن بود، بدون آب و غذا، که کم کم شروع به توهم زدن میکنه و فکر میکنه یک نفر پشت سرشه. اون به مرد خیالی میگه که یک تفنگ داره و ازش نمیترسه، اما بعد از چند دقیقه اون خودش رو بیهوش کف زمین میبینه. وقتی که اون خوابه 2 تا سرباز پیداش میکنن و بالا سرش وای میستن و اون رو به سمت کمپ ارتش روسیه میبرن که فرمانده اونها سرهنگ کوزنت فرماندهیشو بر عهده داره. سرباز پسر 6 ساله زخمی رو به مرکز فرماندهی میبرن و بعد از اینکه سرگئی رو قانع میکنن که طرف اون هستن، اون خودش رو بهشون معرفی میکنه. اونا بهش آب و غذا میدن و اونو گرم نگه میدارن. بعد از اون سرگئی رو به درمانگاه میبرن که پرستاری به نام کاتیا زخمای اون رو مرهم میبنده و مداواش میکنه. اون به پرستار میگه که یک تایم دیگه زخمم بکش، چرا که میخوام وقتی بزرگ شدم تبدیل به یک سرباز بشم. سرگئی عاشق اسلحه و نشانهای سرهنگ میشه. سرهنگ با حوصله به سوالات سرگئی جواب میده و اجازه میده که با اسلحه‌اش بازی کنه، البته بعد از درآوردن طعم گلوله‌هاش. سرگئی تانک روی شکمش رو به اون نشون میده و با افتخار میگه که منم یه سربازم. سرباز تمام وقت خالیشون رو صرف وقت گذرونی با سرگئی میکردن. یک روز یک سرباز به کمپ فرماندهی میره و از سرهنگ درخواست میکنه که اجازه بده سرگئی بمونه و اونو به یتیمخونه نفرسته. تمام سربازا رابطه عمیقی با سرگئی دارن و اصرار بر موندنش توی جوخه میکنن. روز بعد دشمن حمله میکنه و جون چندین سربازو میگیره. وقتی که یک نفر برای فرستادن سرگئی به یتیمخونه میاد، سرهنگ میره و ماجرا رو باش در میون میذاره و به عنوان هدیه یک تفنگ چوبی بهش میده. وقتی که سرگئی سرهنگ رو بغل میکنه و میگه که نگران جونشه، سرهنگ تصمیمش رو عوض میکنه و اجازه میده اون توی جوخه کنار سربازا بمونه. اون شب سربازا دنبال یک لباس سربازی کوچیک برای سرگئی بودن. صبح سرهنگ سرگئی رو بیدار میکنه و لباسا رو بهش تقدیم میکنه. اون اونا رو میپوشه و خوشحال به این ور و اونور میدوه. بقیه سربازا اون رو پسر سرباز نامیدن. همزمان که پسر داشت خوشحالی میکرد، یهو خمپارهای آلمانی روی سرشون فرود اومدن. سرباز سرگئی رو سریعا به یک محل امن بردن و شروع به جنگیدن کردن. تعداد زخمی‌ها به شدت بالا رفته بود. سرگئی میخواست که مفید باشه، برای همین برای سربازای زخمی آب میبرد. یک نفر از اونها ازش خواست نامه‌ای که خانواده‌اش براش فرستاده بودن رو بخونه، چون که بانداژی روی چشاش داشت. پسر بچه تلاش کرد، اما یادش نبود که بلد نیست بخونه. برای همین شروع کرد از خودش حرفای قشنگ زدن و به سرباز زخمی امیدواری داد. همه سربازا شروع میکنن به خندیدن و تشویق سرگئی. بعد از اون روز سرگئی پیش سرهنگ میره و ازش درخواست میکنه که بهش مأموریت بده و میخواد توی جوخه مفید باشه. سرهنگ اون رو به عنوان یک نامه‌رسون استخدام میکنه و سرگئی به خوبی وظیفه‌ش رو انجام میده. حتی کاری میکنه که سربازا براش برقصن. چندی بعد سرگئی از کمپ کمی دور میشه و با دوربینی که سربازا بهش هدیه دادن بازی میکنه تا اینکه توی کاهها متوجه یک جفت پوتین جنگی میشه.
برمیگرده و داستانو برای سربازا تعریف میکنه. با اینکه مطمئن نبودن اما همراهش میرن، متوجه میشن 2 جاسوس آلمانی توی کاخ قایم شدن. بعد از درگیری اونا رو دستگیر میکنن و به کمپ میبرن. توی شب سرهنگ برگه به سرپرستی گرفتن سرگئی رو بهش نشون میده و بهش میگه که رسما از الان پدرشه. اون میدونست که سرهنگ به کاتیا جذب شده و برای جبران محبتش اون رو میبره که بهش اعتراف کنه. اما سرهنگ متوجه میشه که کاتیا کلا به یک نفر دیگه جذب شده. دقیقاً توی همین موقعیتی که